عزیزای دل سلام، انشالله که جور صحتمند باشین و لباس عافیت به تن داشته باشین. امروز میریم سر اولین آموزش توله که معرفی خود توله می باشه، چه قسم پف کنیم و توله به چی شکل است، هر پرده چی اسم داره، چی آواز میته، تمام اینا رو براتون تشریح میکنیم. این توله به نام توله، بعضی ها نی میگن، بعضی ها توله میگن، که به حساب نی بغلی یا توله بغلی یاد میشه. این 6 سراغ داره که میته 12 آواز یا 12 سر می باشه، خب که هر کدوم از این اسمای مشخص خود داره و هی همون جایی است که ما پف میکنیم، داخل توله پف میکنیم و بر ما آواز میته که قانون خاص خود داره. اون براتون تشریح میکنم. اول میایم اسمای هر پرده رو براتون معرفی میکنم. هر پرده این 6 سراغ 12 سر چی نام داره و چی شکل نواخته میشه. این 3 پرده پد باشه میشه سا یا سا که به نام آچل یاد میشه، تغییر ناپذیر هستن، ثابت است، در یک حالت است. به این شکل بگیری میشه ری کمل، یعنی نیم پرده پد می باشه، اینقش نیمش باز می باشه، میشه ری کمل که ری کمل یا سر ضعیف گفته میشه. مکمل باز شد و 2 پرده کامل پد باشه میشه ری شد که سرای شدم که از قوی گفته میشه. بازی نیم پردهش باز باشه میشه گا کمل. گا کمل مکمل باز شد میشه گا شد. فقط 1 پرده پد است، 4 پرده 5 پرده باز میشه گا شد. این اگه نیم پرده ای میگیریم، نیمشه میگیریم میشه ما شد. ما شد. اگه مکمل باز میشه میشه ما تیور که سر تیور هم که هست سر قوی است. سر 6 پرده اگه انگشتای ما باشه پد باشه میشه پا. پا هم که هست آچل سر است، تغییر ناپذیر است. سا و پا آچل سر می باشه، تغییر ناپذیر است. اگه نیم پرده باز می باشه میشه دا کمل. دا کمل یعنی سر ضعیف. مکمل 4-5 پرده پد است، 1 پرده باز میشه دا شد. باز این چیز درم اگه کمی نیم پرده ای بگیریم میشه نی کمل. مکمل باز شد میشه نی شد. و یا هم که شد پس در آچل سرد یا در سا میاییم. سا ری کمل، ری شد، گا کمل، گا شد، ما شد، ما تیور، پا آچل، دا کمل، دا شد، نی کمل، نی شد، دوباره سا آچل که این جمله شد 2 سر آچل شد، تغییر ناپذیر، سا و پا. و سرای قوی بود که ری شد، گا شد، ما شد، دا شد، نی شد. سرای قوی بود. و سرای ضعیف ری کمل، گا کمل، دا کمل و دا کمل و نی کمل. این سرای ضعیف شد. این بود معرفی مختصر خودمی توله بود و اسمای هر پرده یا هر سر بود. حال براتون کار میکنم. سا آچل ری کمل، ری شد، گا کمل، گا شد، ما شد، ما تیور، پا آچل، دا کمل، دا شد، نی کمل، نی شد و سا آچل.
این مکمل معرفیش بود و قانون پوف در درس بعدی براتون میگم. انشالله که موفق باشین و منتظر نظریات زیبای شما هستیم. تشکر یک جهان.